شهر روتردام هلند یک گل فروشی خیلی خوب دیدم اینجا. خالی از لطف ندیدم که از مغازه‌شون یه فیلمی بگیرم، چون خیلی شیک و کارهای واقعا درجه یک، هم چیزای دکوری که میفروشه خیلی شیکه، هم گلایی که داره دیگه. هلند مهد گله و البته خیلی اتفاقی اینجا من جلوی مغازه‌شون جای پارک پیدا کردم، ماشینم رو پارک کردم و دیدم که چقدر فروشگاه زیباییه، گلای چقدر قشنگی داره. اومدم داخلش یه فیلمم بگیرم. اینجا یه فضایی رو هم درست کردن برای خوشبو کننده ها و سه دهنه مغازه بود که این ورش هم فکر کنم اگر اشتباه نکنم بله یه کافی شاپه. اینا هم فکر کنم گلای آپارتمانیشونه، گلدونای آپارتمانیشونه. اینا هم خیلی جالبه، فکر کنم اگر اشتباه نکنم اینا هم بله باید شمع باشه، تو رنگای مختلف. بله شمعه، خیلی قشنگه، رنگاش واقعا جالب و وسایل دکوری خیلی شیکی داره. نمیدونم چرا اتاق پرو هم داره اگر اشتباه نکنم، یا اتاق پروه به نظره. ممکنه اینم یه چند تا گلدون بزرگ و زیبای دیگه. به به خیلی مغازه قشنگه. اینم قسمت جلوی ویترین شمعاشونه. ها you're right. اینم یه گلدون خوشگله دیگه، از اینجا اگه بتونم برم. بسیار گل فروشی از دید من زیبایی بود، خودم که از دیدنش خیلی لذت بردم. بغلش هم یه کافی شاپ باریه دیگه، زیر یه پل سه دهنه مغازه، یه نه بیشتر، 1 2 3 4 5 دهنه است که حالا دوتای اولو بیشتر برای فضای تزیین گل و کارگاهشونه، ستای اینورم فروشگاهشونه.